اکنون تفسیر سوره ناس که این سوره در مدینه منوره نازل شده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای پیامبر بگو به پروردگار مردم پناه میبرم، فرمانروای مردم، اله و معبود مردم، از شر شیطان وسوسه‌گر بازپس رونده به هنگام ذکر الله، همان که در دلهای مردم وسوسه میکند، از جنیان باشد و یا از آدمیان. این سوره در برگرنده آن است که باید از شر شیطانی که مصدر هر شر است به پروردگار مردم و مالک آنان و معبودشان پناه برد. از جمله فتنه و شر او این است که در دلهای مردم وسوسه می اندازد، پس بدی را برایشان زیبا جلوه می دهد و آنها را بر انجام آن حرکت می دهد و آنان را از انجام کار خوب باز می دارد و خیر را به صورت غیر واقعی به آنها نشان می دهد و شیطان با همین صورت همیشه وسوسه می کند، پس می رود، یعنی خود را از وسوسه کردن عقب می کشد. آنگاه که بنده پروردگارش را یاد کند و از الله تعالی برای دور شدن شیطان کمک بگیرد، پس او باید از الله کمک بگیرد و به او پناه ببرد و به ربوبیت او چنگ بزند، ربوبیتی که همه مردمان را فرا گرفته است. نیز این سوره در برگرنده آن است که تمام خلایق در دایره ربوبیت و پادشاهی الله تعالی قرار دارند، پس سرنوشت هر جنبنده در دست الله تعالی است. نیز این سوره در برگرنده آن است که انسان باید از الله تعالی کمک بگیرد و به او پناه ببرد و به الوهیتی که آنان را برای آن آفریده است چنگ بزند. انسان ها نمی توانند بندگی او را با طور کامل انجام دهند مگر آنکه الله تعالی شر دشمنانش را از آنها دور بدارد. دشمنی که میخواهد آنها را از بندگی و عبودیت دور نماید و میان آنها از بندگی الله پرده گردد و میخواهد آنها را از حزب و گروهش بگرداند تا از دوزخیان بگرداند. و همانطور که جنها در دل وسوسه میاندازند، انسان ها نیز در دل وسوسه میاندازند. بنابراین فرمود من الجنة والناس، از جنیان باشد یا از مردمان. ستایش اولین و آخرین، ظاهرا و باطنا از آنچه پروردگار جهانیان است و از الله تعالی میپرسیم که نعمتش را پره نماید و از ما گناههایمان را و از بین بسیار از برکتهایش مانع شده است و خطاها و شهوتهایی که دلهای ما را از اندیشیدن آیاتهایش ربوده است عفو نماید و از او چشم و امید میکنیم که ما را از خیری که در نزدش است به سبب بدی که در نزد ماست محروم نسازد، زیرا که از رحمت الله تعالی ناامید نمی شود مگر قوم کافران و گمراهان. و الله سبحانه و تعالی بر رسولش محمد صلی الله علیه و سلم و بر خاندان او و همه صحابگانش صلوات و سلام دائمی پیوسته در همه وقتها فرستد و سپاس و ستایش از آن الله تعالی که به نعمتش عملهای صالح به انجام میرساند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.